از نظر من محرمه. الان اصلا محرمه، چندین سال پیش نیست، چون من خودم کسی بودم که قاطی این داستان و تو جو این داستان بودم، هم به عنوان سینه زن، هم به عنوان زنجیر زن، هم به عنوان دوقل زن، هم به عنوان نوح خون. من به عنوان یک کسی که شاهد بودم میدونم که محرم چندین سال پیش ما محرم الان نیست و ما نیازی نیست که بیشتر و بیشتر اینو ادامه بدیم، چون هرچی بیشتر ادامه بدیم شیره‌خوری های زیر علامت بیشتر میشه، دختربازی ها بیشتر میشه، چشم و همچشمی ها بیشتر میشه، عرضم به حضور پولشویی ها حتی بیشتر میشه. حتی در چیزایی که تو به چشم دیدی، چیزایی که من به چشم دیدم، من همیشه راجع به چیزایی حرف میزنم که به چشم دیدم و چیزایی که واقعا حس کردم. ولی قبول داری که غیر از این هم هست؟ چون بها ایران خیلی سرزمین بزرگه. بله، ما داریم آدمایی که توی محرم واقعا گریه میکنن، واقعا نذری میدن. ما خودمونم نذری دادیم، نذری گیاهی دادیم، گفتیم اونایی که بخوام واقعا نذری بدن اینجوری نذری بدن، چون میشه حیوانات رو نکشت و نذری داد، میشه فقیرها رو سیر کرد ولی حیوانات رو به اون طرز وحشیانه نکشت، میشه هیئت درست کرد. ولی الان انقدر جماعتی که از این قضیه دارن سوء استفاده میکنن زیاد شدن که من احساس میکنم از اینجا به بعد اصلا ادامه پیدا نکنه سنگین تری.